بیشتر عناصر جدول مندلیوف رو بهتون معرفی کنیم. چند تا فلز معرفی کردیم که بعضیاشون هم خطرناک بود، مثلا مثل جیوه یا سور. امروز تو این جدول میخوایم بریم سراغ خطرناک ترین فلز دنیا، این یو که اسم اورانیوم تو جدول مندلیوفه. اول از همه بدونیم اورانیوم فلز کمیابی نیست. فقط اینو بدونیم مقدار اورانیوم در کره زمین 40 برابر مقدار نقره در زمینه. اورانیوم برای اولین بار در قرن 18 توسط مارتین هاینریک کلاپروث در آلمان کشف شد. در همون زمان یک سیاره جدیدم در سامانه خورشیدی کشف شده بود که اسمشو گذاشته بودن اورانوس. کاشف اورانیومم گفت اسم این کشفمو میذارم اورانیوم تا از خانواده اسم اورانوس باشه.